در آیت 64 سوره الانفال در 19مین نقطه اعتماد به الله در معارک، یکی از احکام نظام جهادی اسلام چی هست؟ که انسان مؤمن مجاهد در معرکه ها، در غزوات، در جنگ ها، در صف جهاد به الله باید اعتماد کامل داشته باشه. الله متعال میگه یا ایها النبی، ای نبی کریم صلی الله علیه و سلم، حسبک الله، کافی است بر تو الله متعال، و من اتبعک من المؤمنین، و کسانی که از مؤمنایی که تو را متابعت میکنن. از این خاطر انسان مؤمن هیچ وقتی از کافرها، از منافقین، از مرتدین، از انسانهای متزلزل، از انسانهای ضعیف الایمان، از انسانهای منافق صفت، هیچ وقت در فکر از این نباشه که اونا با ما مخالفت دارن و مرا بد میگن و پشت سر ما تبلیغ میکنن. چرا؟ برای یک انسان مؤمن اول الله متعال بسیار کافی است. حسبنا الله، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الله کافی هست. و من اتبعک من المؤمنین، و دیگه کسای مؤمنایی که از تو متابعت کردن. اینال او مؤمنین مجاهدینه که همراهی تو دوستی دارن به خاطر الله، از اونا دوستیشان و محبتشان به خاطر الله هست. همین کفایت میکنه که دوستایی داشته باشی که اونا دوستای الله هستن و با همراهی تو دوستیشان به خاطر رضایت الله هست. اما منافق، کافر، مرتد، مجرم، اینا چی هستن؟ دوستی از اونا به حساب مادی هست، به حساب متاع دنیایی هست که هیچ ارزش ندارن. از او که دور باشه خوبتر است. اونا کلش مرض است. مرض است، فکر تو را، عقیده تو را خراب میکنه. همین که میگن با ما بشینی ما شوی، با دیگ بشینی سیاه. اینا مثل دیگا و سیاه هستن. افکارشان و اندیششان کلش غلط است. از این خاطر اهل سلف همراه کافر خود دوستی نمیکردن، همراه منافق رابطه نداشتن. حتی همراه اهل بدعت از ششتن در مجالس اهل بدعت و گپای از اینا را شنیدن، از اینا هم اجتناب میکردن و دوری میکردن. از این خاطر انسانی که مؤمن هست حتی از اهل بدعت گپایشان گوش نگیرن. چرا؟ محبت اهل بدعت در دلت پیدا میشه. تا که میتونی از اینا هم باید فرار بکنی. کافی هست برای تو الله و مؤمنین واقعی، ولو که تعدادش کم باشه. پیش الله تعداد کم نداره. الله و ما یعلم جنود ربک الا هو، لشکر الله را نمیفهمه مگر خود الله. اینا اگر مثلا مسلمان ها 300 نفر و 312 نفر و 315 نفر مثل لشکر بدر باشن، اگر لشکر الهی، مدد الهی همراهشان باشه، لشکر الله میوه دشمن ها را نابود میکنه. و لشکر الهی که است، شما ببینید مثلا در الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، عالمی حادثه اصحاب الفیل، وقتی که انسان میخوانه در اون وقتی که الله متعال امی پرنده را میفرسته، شما امی پرنده هایی که در بالای ابرهه و لشکرش میایه، امی پرنده ها را در صورت خوب و متدقیق در ذهنتان مطالعه بکنید. و این در عصر امروزی اما تو پیش خود ذهن خود بگید که پرنده ها میایه که الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم، و الله متعال فرستاد بالا از اینا طیرن. همین طیرن وقتی که انسان سعی میکنه که از آسمان میایه بالای لشکر از اینا، مثل طیاره ها پرنده ها هست. او وقت مثلا طیاره ها انسان ها نساختن، لکن طیاره های ساخت الهی اینا میاین ترمیهم به حجارت من سجیل. وقت بم ها انسان ها تکنولوژی ندارن، اما پیش از این طیاره های ساخت الله که طیرن ابابیل هست، با این پرنده ها ایتو بمبای هست که ترمیهم به حجارت من سجیل. اما قسم که امروز ما و شما میبینیم که وقتی که یک طیاره بمبارد میکنه که میبینید دست یک طرف افتاده، پای دیگه طرف افتاده، تکت تکت شده، همین قسم لشکر ابرهه نابود میشه. پس از بین بردن تکنولوژی دشمنا پیش الله بسیار آسان هست کنار یک مرتبه نابود بسازه.
این ما شما به سری اوقات میبینیم که چقدر تعمیرهای بلند بلند و قوی قوی میسازن، در یک زلزله که عادی میبینی کلش هلاک هستن و توته میشن و درگیر میشن و از بین میرن. و بعضی منطقه هست که یک کمک هوا سرد میشن، کل تکنولوژی خاموش میشه، کل وضعیتشان چی میشه؟ از بین میرن. این الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که چی بکنید؟ کافی است بر تو الله و کافی است بر تو همین مجاهدین مخلصینه که واقعا به خاطر دین الله با الله و رسولش محبت دارن. بیستم، الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم میکنه که شما تشویق بکنید مردم به جهاد. هر قدر که دشمنای الله به ضد جهاد نیرنگ میسازن، تو پیغمبر الله مسلمانان را برای جهاد تشویق بکن و تو که پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی، تو باید مؤمنین به جهاد واقعی تشویق بکنی. منافق تبلیغ خدا میکنن، مؤمنین هم باید تبلیغ خدا داشته باشن. یا ایها النبی، ای نبی با عظمت الله، حرض المؤمنین، تحرید یعنی تشویق بکن مؤمنان را به چی؟ به قتال، جنگ مسلحانه با ضد دشمن. و برشان بگو که این یکن منکم 20 صابرون، اگر شما 20 نفر، ببینید در اول مرحله که بود 20 نفر مؤمن مجاهد صبر کننده، یغلبوا 200، در مقابل 200 نفر شما قرار بگید 20 نفر در مقابل 200 نفر، یعنی یک نفر در مقابل 10 کافر استاد میشده. از کجا میشه این امکانات؟ قدرت الله، نصرت الله، ایمانی که الله برای انسان داد. الله متعال میگه که اگر 20 نفر صبر کننده شما باشن، بالای 200 نفر کافرها شما چی میشین؟ غلبه حاصل میکنین. و این یکم منکم 100، اگر 100 نفر باشین، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، 1000 نفر کافرها را شما چی میکنین؟ مغلوب میکنین. بانهم قوم لا یفقهون، چون اونا علم دارن فقه ندارن، قرآن نمیفهمن، سنت نمیفهمن، الله را قدرتش نمیفهمن، نصرت الهی را نمیفهمن، لشکر الهی را نمیفهمن. اینجا گفت چی است؟ لا یفقهون، آدم مرتد که هست فقه ندارن. الله متعال من یرید الله به خیر یفقهه فی الدین، کسی که الله برش خیر میخواد اون فقیه در دین. در دین چطور میفهمه؟ عقیده توحید. این نیست که شهادتنامه داشته باشی، شهادتنامه مهم نیست، مهم این است که همین مسلمان عقیده توحید او تو میفهمه که کلمه طیبه را، حالا یک نفر از دکترا در شرایط داره، یک وقت ما ماستری در شرایط گرفتیم، امی ارکان لا اله الا الله رو با شروطش نمیفهمیدیم. چی به درد میخوره ماستری و لیسانس و مدرسه و این گپا؟ دکترا داره، پروفسور از پیشش که پرسان میکنه شما ارکان لا اله الا الله رو میفهمید؟ نمیفهمه. شروط لا اله الا الله رو میفهمید؟ نمیفهمه. به شروط لا اله الا الله قائم هستی؟ نیسته. بر ارکان لا اله الا الله در وجودت هست؟ نیست. خودش در صف کفار، در کشور کفری، در زیر نظام کفری و در تایید نظام کفری و در انتخابات کفری، در کلشی شریک و خدا بسیار بزرگ. الله متعال میگه که بانهم لا یفقه، قوم لا یفقهون، اینا فقه عقیده. فقه چی است؟ فقه اکبر که است توحید هست. اینا رو نمیفهمن. قرآن هم اگه که میخوان، اما تو ببینیشان زیاد وقت کجا بعضی کسا رو شما در بعضی درسای وقت ما میشید مثلا ببینید که تفسیر میکنن بدعتکار. او دیگه وقتی که تمی عصای موسی علیه السلام رسید، دیگه باز دیگه شروع میکنه که عصای موسی وزنش قدر بود و مترش قدر بود و ساختش قدر بود. او چی؟ عصا چی کمال داشت؟ کمال خود عصا نبود، کمال خود حکم الله بود که الله برش میگه عصای پرتو، اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. در عصا 1 متر باشه یا 10 متر باشه یا چوبی باشه یا آینی باشه یا خرترک باشه یا کلان باشه، او حکم الله که آمد او حکم میشه. ولی درباره از 2 ساعت 3 ساعت گپ میزنه، مغزت خراب میشه. درباره اصحاب سگای اصحاب کهف که آمد دیگه، درباره از سگ اینقدر میگه که حتی در تعویضای خدا باز نام اصحاب کهف نوشتن میکنن که این سگ باز شفا برش میده. پس انسانی که فقه واقعی داشت، عقیده درست درک کرد، قرآن با کتاب من حیث کتاب توحید قرآن فهمید،
باز وجود از این تأثیری بسیار قوی میکنه. تخفیف در احکام. اول حکم چه قسم بود که یک مسلمان باید به همراه 10 کافر جنگ بکنه. لكن پسان تخفیف آمد. الله متعال گفت الان خفف الله عنکم، الله از شما تخفیف کرده. ببینید صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم که مقام عالی نسبت ما و شما داره و مقام بلند دارن و پیش الله بسیار عزت داشتن و الله از اینا راضی بود و الله اینا را جنتی گفته هست. این اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم روزهایی را تیر کردن که یک صحابی در مقابل 10 کافر استاد میشه. قدرت الله. پس آن باز میگه که برتان تخفیف آمد و علم ان فیکم ضعفا، الله متعال معلوم که در بین شما که ضعیفی هست. فإن یکم 100 صابرة یغلبوا 200. عالم با وجود از این عالم اما قدر قوی هستن که اگر 100 نفر باشن 200 نفرن و این یکم منکم 1000 اگر 1000 باشن یغلبوا 2000. شما باز بالای 2000 غلبه میکنین به اذن الله، لکن به حکم الله. غلبه مؤمن به حکم الله، به رضایت الله، به نصرت الله، به تایید الله. والله مع الصابرین، الله به همراه صبر کننده ها هست. خب اسیرای جنگی رو چطور کنیم؟ در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم اسیر جنگی رو که در غزوه بدر اول گرفتن، ما کان للنبی ان یکون له اسرا، برای نبی شایسته نیست که اسیر داشته باشه حتی یثخن فی الارض، تا ای که در زمین کاملا بالای دشمن غلبه حاصل بکنه. تريدون عرض الدنیا، شما متاع دنیایی رو میخواین، والله یرید الاخره، الله آخرت میخواین، والله عزیز حکیم، الله غالب و با حکمت است. امام مسلم رحمه الله روایت میکنه در باره این آیت شریف، میگه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میگه که فلما اسروا، خب میگه فلما اسروا الاسارا، میگه وقتی که اینا اسیرها را گرفتن یا اسیر کردن، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم آل در غزوه بدر مسلمان ها پیروز شدن، کافرها شکست خوردن، ابو جهل مردار شد، عقبه ابن ابی معیط مردار شد، امیر ابن خلف مردار شد، عتبه و شیبه و کل از اینا مردار شدن. یک تعداد از اینا پیش مسلمان ها اسیر هستن. رسول الله صلی الله علیه و سلم رای صحابه مشوره میکنه. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابی بکر و عمر رضی الله عنهما گفت که ما تريدون فی هؤلاء الاسرى، درباره از اسیرا چی کنیم؟ فقال ابو بکر، میگه ابو بکر رضی الله عنه گفت که یا نبی الله، مشوره میده، هنوز آیت قرآن نازل نشده. میگه ای نبی الله، هم بنو العم والعشیره، این نظر مشوره ابو بکر صدیق است. میگه اینا پسرای کاکای ماست و از عشیره و قوم ماست. ارا ان تأخذ منهم فدیه، میگه ما نظر من است که از پیش از اینا فدیه گرفته شود و اینا کشته نشن. فتکون لنا قوة علی الکفار، ما قوت می داشته باشیم، مال می باشد در مقابل کفار قوی می باشیم. فعسى الله، امید میکنیم به الله سبحانه و تعالی ان یهدیهم للاسلام، که نرى الله به اسلام هدایت بکنه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما ترى یا ابن الخطاب. ببین این ابو بکر و عمر کس اینا وزیرای رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و مشاورین رسول الله صلی الله علیه و سلم و از صحابه مقربین به رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین مهاجرین انصار امر از اینا مشوره میکنن. چقدر مقام عالی دارن. کسی که عقیده خود از قرآن و سنت بگیره میفهمه که ابو بکر کی هست، میفهمه عمر کی هست رضی الله عنهما. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم با عمر رضی الله عنه گفت که ما ترى یا ابن الخطاب، گفت که ای پسر خطاب خودت چی نظر داری؟ قلت عمر رضی الله عنه میگه گفتم که لا والله یا رسول الله ما ارى الذي راى ابو بکر، نه رسول الله صلی الله علیه و سلم من به نظر ابو بکر رضی الله عنه نیستم، ولكن ارى من میبینم ان تمکننا، که ما را امکانات بدی. عمر رضی الله عنه مشناسه ای کافرای سرسخت و خطرناک، قابل شفقت اینا نیستن، اینا قابل شفقت نیستن، اینا چی جنایات نکردن و اینا دستشان از جنایت ختم نمیشه. دیگه از این خاطر میگه ولکنی ارى ان تمکننا،
ما به این نظر هستم که بر ما امکانات بدی فنضرب اعناقهم، که ما گردنهای از اینا را بزنیم. فتمکن علی من عقیل، امکانات بده علی را که عقیل، که چی هستن، یعنی یک مسلمان بخیزه برادر کافر خدا بکشه. فیضرب عنقه، و بزنن گردنش. و تمکنی من فلان نصیبا لعمر، فلانی کسی که به امرای من ارتباط خویشاوندی داره، اینو برای من فاضرب عنقه. اینی رو میگن موالات و موالات و معادات. چه قسم با کافر دشمن الله دشمنی می داشته باشی، ولو که از اقاربت باشه، هم این تو قوت می داشته باشی. و ما را دلتان فاضرب عنقه، ما اونمو از خودگی خودم ما بزنم گردنش. و این هؤلاء انما ائمه الکفر، این قریشی ها، این بزرگا کلانای کفر هستند و صنادیدها و یا رهبرهای کفر هستند، خطرناک هستند. لکن رسول الله صلی الله علیه و سلم نظرش میگه فحبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ما قال ابو بکر وله یحوی ما قلت. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به نظر ابو بکر قناعتش بیشتر حاصل شد و به سخن ما و قدر قناعتش حاصل نشد. فلما کان من الغد، میگه وقتی که صبح شد، جئت، میگه عمر رضی الله عنه میگه ما آمدم، فاذا رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابو بکر قاعدین یبکیان. میگه من دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابو بکر صدیق هر دویشان گریه دارن. قلت یا رسول الله، میگه من گفتم رسول الله صلی الله علیه و سلم اخبرنی، بر من خبر بدی، من ای شیء تبکی، به خاطر چی گریه میکنی؟ انت و صاحبک، تو و دوستت. فان وجدت بکاء بکیتم، اگر ما ببینیم کدام امری هست که با گریه میشه، ما هم همراهتان گریه میکنم. و ان لم اجد بکاء تباکیت لبکائکما، و اگر دیدم که او کار مثلا مرا نمیگریانم، ما از خاطر گریه شما همراهتان، ما هم شریکم گریه بکنم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ابکی للذی عرض علی اصحابک، میگه من گریه میکنم و اون چیزی که دوستایت برای من پیشنهاد کردن، من اخذهم الفدا، که من باید از اونا فدیه بگیرم و اینا را نکشم. لقد عرض علی عذابهم ادنی من هذه الشجره، امروز برای ما پیشکش شد همراه الله عذاب از اینا، از این درخت هم کده، یک درخت شجرتون قریبت من نبی الله، از این قریب از این کدن نزدیکتر، عذاب از اینا برای ما بلند شد. لقد و انزل الله، میگه الله متعال آیت نازل کرد که ما کان للنبی ان یکون له اسرا، برای پیغمبر شایسته نیست که در این حالت چی داشته باشه؟ اسیرا داشته باشه. حتی یثخن فی الارض، تا که در زمین قوی میشه. این باز در این صورت میگه که ای در اسیرای جنگی، ای در اسیرای بدر، این آیت چی شد؟ نازل شد. اینال چی میشه؟ در اینجا باز حکم 23 است که ولولا کتاب من الله، اگر حکمی از جانب الله نمی بود، سبقا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر حکم تقدیری در فرصت دادن نمی بود، به سبب آنچه که شما کردین براتان عذاب می آمد. عبدالله بن عباس رضی الله عنه میگه که ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، میگه این در روز بدر بود، این حکم در غزوه بدر بود، هنگامی که مسلمان ها میگه تعداد کم داشتن، باز میگه وقتی که تعدادشان زیاد شد و در زمین قدرت پیدا کردن، باز الله متعال در مورد اسیرای جنگی آیت دیگه را نازل کرد، فاما منن بعد و اما فداء. باز میگه الله متعال اینجا برای مؤمنان اختیار داد که میتونن که اسیرای جنگی را، این کافرای حربی خطرناکه، میتونن که باز وقتی که اسیر کردن برشان اختیار است که قتل میکنن یا فدیه میگیرن و یا اینا را غلام میسازن. این حالات باز بر مسلمان ها اختیار داده شده. دیگر در نظام جهادی اسلام جواز خوردن غنیمت هست. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، شما بخورین از این غنیمت ها حلال و پاک، واتقوا الله، و از الله بترسین، ان الله غفور رحیم، یقینا که الله
بسیار مغفرت کننده و بسیار مهربان هست. پس در نظام جهادی اسلام غنیمت، مال غنیمت بهترین مال هست که انسان مؤمن از او استفاده میکنه، که با کافرای حربی حرب میکنه و جهاد میکنه و از اینا غنیمت میگیره و این غنیمت میخوره و این به امت اسلام این حلال شده هست. 25 نقطه چی هست؟ فرصت توبه و بازگشت اسیران جنگی به ایمان و تقوا. حالا وقتی که اسیرا گرفته میشن، بر اسیرا هم در نظام جهادی اسلام فرصت است که اگر اینا توبه میکنن، یا ایها النبی، ای نبی کریم صلی الله علیه و سلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسرى، بگو برو کسایی که در پیش شما از اسیرا هست، این یعلم الله فی قلوبکم خیرا، اگر الله عالم الغیب است، اگر الله بفهمه که در قلب شما چی هستم، خیر است، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، بر شما خیر میته نسبت به آنچه که از شما گرفته، و یغفر لکم، شما را مغفرت میکنه. یعنی اگر شما صادق باشین، راست باشین، پس به دین الله رجوع بکنین، از شرک و کفر توبه بکنین، الله شما را مغفرت میکنه و الله غفور و رحیم هست. اما اگر اسیرای جنگی خیانت میکنن در نظام جهادی اسلام، اینا چی حکم دارن؟ و این یرید خیانتک، اگر اینا اسیرا خواستن که با تو خیانت بکنن، فقط خان الله من قبل، اینا که الله خیانت کردن قبلا، اینا مشرکین با وجود که ادعای ایمانداری میکردن که الله خیانت کردن، فامکن منهم الله، از اینا شما را چی کرد؟ امکانات، و بس از اینا الله متعال اینا را مغلوب ساخت و سر از اینا از حالتشان خبر شد و یا خیانت کردن و الله شما را سر از اینا امکانات داد و شما را سر از اینا پیروز ساخت. والله علیم و حکیم، الله بسیار علیم هست و بسیار ذات حاکم با حکمت است. 27 حکم در نظام جهادی اسلام چی است؟ موالات مؤمنین هست. یی از لوازم توحید است که ما شما گفتیم که القرآن کله فی التوحید، و در مورد چیز اقسام توحید، لوازم توحید و حقوق توحید بیان میکنه. از لوازم توحید چی است؟ لوازم توحید چی است؟ موالات مؤمنین است. ان الذين آمنوا، یقینا کسانی که ایمان آوردند، و هاجروا و هجرت کردند، و جاهدوا و جهاد کردند به اموالهم و انفسهم، با مال و نفسشان، فی سبیل الله، در راه الله، والذین آووا و نصروا، و کسایی که معوا دادن. ببین اینجا مهاجرین هم میگه، اینجا انصار. والذین آووا، کسایی که بر مهاجرین معوا جای دادن، و نصروا و نصرت کردن، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اینی مهاجرین انصار دوستای یکی دیگه هستند. والذین آمنوا، اما کسایی که ایمان آوردن، ولم یهاجروا، اینا هجرت نکردن، در مکه متباقی مانده بودن، ما لکم من ولایته من شیء، امر از اینا شما ولایت دوستی ندارین، حتی تا زمانی که یهاجروا هجرت بکنن، و این استنصروکم فی الدین، اگر اینا طلب نصرت کردن شما در دین، فعلیکم النصر، به امر از اینا هم نصرت بکنین، الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر در کتازی مسلمان هایی که هجرت نکردن به شرط کمک میکنن که بین از امو کافرایی که از و کافر معاهد نباشن، کافر حربی باشن. اما اگر میثاق باشه، باز شما این نمیتونین کرد. والله ما تعملون بصیر، الله با آنچه که عمل میکنین بسیار بینا هست. دوستی بین کافران چطور است؟ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافران بعضشان دوستای بعض دیگه است. الا تفعلوه، اگر شما این کار نکنین، تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر، این سبب چی میشه؟ سبب فتنه بزرگ در زمین و سبب فساد بزرگ در زمین میشه. 29 نقطه الله متعال میگه ثنا و بیان فضیلت مؤمنین حقیقی. والذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، و هاجروا هجرت کردن، و جاهدوا جهاد کردن، فی سبیل الله، در راه الله، والذین آووا و نصروا، و کسایی که باز اینا انصار بودن، معوا دادن و نصرت کردن، اینی مؤمنینه که هجرت میکنن و مؤمنینه که اونا را باز نصرت میکنن، اولئک هم المؤمنون حقا، اینی مؤمنای حقیقی هستن. اینی مؤمنای حقیقی هست. این علما میگن این اگه شما مؤمن حقیقی رو میپالین، این صفاتش هست. چی هست؟ هجرت، جهاد، معوا دادن و نصرت کردن بر مجاهدین. یا خودش مهاجر و مجاهد است و یک نصرت کننده هست و معوا دهنده هست. مهاجر و انصار.
بر از اینا هم مغفرت است و هم رزق کریم. رزق کریم چیه؟ جنت الله است. این نتیجهش است. و لزوم موالات و دوستی با مؤمنانه که بعداً به سپاه اسلام میپیوندن. یک تعداد مسلمان هستند که از اول آمده هستند، یک تعداد دیگه پسان آمده میرن. الله میگه اینا هم والذین آمنوا من بعد، کسایی که پسان ایمان آوردن و هاجر و هجرت کردن و جاهد و جهاد کردن معکم همراه شما یک جای، و اولئک منکم، اینا هم از جمله شما هست. این که پسان هم آمده ایرتون نمیشه که شما با این ولی شما ناوقت آمدین چطور؟ نه، اونا هم از جمله شما هست. و اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله، در میراث بردن که است باز اولو الارحام یا بعضی از بعضی دیگه کده در کتاب الله اینا چی هستن؟ پیشتر هستن. ان الله بكل شیء علیم، الله متعال به هر چیز بسیار علم داره و قدرت داره و الله متعال عالم الغیب و الشهاده هست.